ابو عبد الرحمن بفرمایید. سلام علیکم ورحمت الله شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر همین در تاجیکستان بعضا همین برادرها که صحبت می‌کنیم در مسئله همین توحید و همین برادرها میگن در اینترنت توحید مسئله عقیده نآمیزتان و کتابم خداتان نخوانیتان همه خیلی بسیار سخنا میگن. باز خداشان کمتر از توحید باخبر لیکن صحبت نمیکنم. میگن برای توحید آموختن یک جایی جیم دکار یک آدمی کم دکار. خلاصه همین بمانده همین گپا بسیار در این مسئله چی میگوید؟ ابو عبد الرحمن حفظك الله، عادتا ما این نمودی سخن رو در مدخلی ها دیدیم. مدخلی ها یک منهجی باطل رو ساختند از پیش خودشان و گفتند که همین منهجی اهل سنت است و مردم فریب دادند. گفتند که کتاب رو انسان خودش خوندن درست نیست و بعد از این گفتند که از اینترنت ها درس نگیرید. یعنی به همین طریق، به همین واسطه مردم رو در یک بلکاده نگاه می‌دارند و بعد از این همین مردم رو از اینترنت و از کتاب که داشتن فکرش بیرون میکنند، گمراه میکنند. زیرا که کتاب و این اینترنت معروف است که معلومات های زیاد است و مردم زیرک میشود، بیدار میشود، چی بودن و کی بودنی مدخلی رو میفهمد. برادر عزیز، وقتی که در یک مجلس بگیم در یک مسجد من نشستم، شما اومدید درس خوندید، رو به رو درس خوندید، این جایز است. ولی جایز است در ایما انا امروز یک طالب علم رو شناختید، رو به رو درس گرفته شدید، زیرا که بعد از درس میبرید سوال میکنید که برادر فلان جای گپ شما رو من خوب فهمیدم یا نفهمیدم. یک مسئله. دوم مسئله، هر یک صحبتی که در اینترنت ها منتشر شدگی باید گوش کنید. اگر صحبت رسول الله نوشته آمده باشد، صحبت دیگر علما امروز ثبت است، با ویدیو هست و غیره، صاحب صحبت زنده است، لیکن به شرطی که شما اول صاحب صحبت رو فهمید که این صاحب صحبت کی است. مثلا نظرت الله ابو مریم باشد، مدخلی مشرک است. یک نفر من دیگر میگونم یک ابو سوال دارم محمد، شیخ. حالا این با میریم یا که قزاق به یک رینت هست، ابو محمد رینت هست، یک مشرک است. انا میخواد طالب علم فهمید که مشرک نباشد و اهل سنت و الجماعه باشد، تمام حتما باید شما گوش کنید. و بعد از این کتاب ها، مسئله کتاب دو قسم است. کتاب های بزرگ است، علمی هست، و کتاب های کوچکی که از اصل ایمان است و اصل ایمان همه باید فهمد. اینا حتما باید شما خونید. مثلا در مسئله ایمان، در مسئله لا اله الا الله، در مسئله این مسائل یگان اختلافی نیست، در این مسئله یگان کشمکشی نیست. در این مسئله مذهب اهل سنت و جماعت به اجماع نقل شده است. کتاب هایی که در اساس صحیح یک طالب علم اهل سنت که شما میشناسید نویس باید خونید. چرا نمیخونید؟ بارک الله فیک. و هر کسی که سخن رو میگه این از منهج بیرون است، یگان گمراه است. والله علم یگان فتنه میخواد بکنه. بفرمایید.